کاربار هیچ نیست، صفره. داود مال نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستای عزیزم هر جایی که هستین آرزوی خوبی و خوشی باشین داریم. دوستای عزیز امروز قد از ما در بازار بیننده باشین که ما بعضی جاهای منطقه که زندگی مونی با هم بنگرنیم، در کمیتی ارزانی با هم باشین. انشالله که از ویدیوهای از ما لذت ببرید. تشکر جور باشین. دوستای عزیز ما امروز یک برار رقت خود داریم اینجا که خیلی سالهای در بین بازار است و از کاربار خبر داره که آیا وضعیت کاری در این وقتا چطوره. بیشتر از زبانی خود از این بنده خدا بشنویم که چیز بگه. سلام علیکم. سلام علیکم، روزشون بخیر، روز بینندگان شما بخیر. هر کس مورد چینل یوتیوب سمتو منه روزی خوش، وقت خوش، در زندگی خوب موفق باشد. ولی هر خیلی پرسان کردنی بگی که ما در رو بکنم. مستر امان از نظر کاروبار بگید این وقت کاروبار وضعیت کاری چطوره؟ نظر کاروبار در کویته صفر. نظر از کاروبار حساب کنی یا کاروبار بلده یک مردم نیه تناز گفتی از من نیه، کل مردم میتونی پرسان کاروبار هیچ نیه، صفره. از هر کاروبار صفره، از یک کاروبار نه. شما معمولا قدم زیر اخشک کارمونین روزانه چقدر درآمد دارین؟ آیا راضی هستین؟ ما پارسال کار میکردی در روزی 3000 39,000 4000 کار میکردی. امسال که است در روزی 1500 روپیه هم کار نمیتونی. راضی چی؟ راضی 9 نفر از این ناک بخوره دیگه. ما در روز 1500 روپیه ننداده میتونی. راضی که نه، منتها حساب شاوروز تیر میشه دیگه. مجبوری باید این میجی تیر کنی. در افغانستان هم که باره و در او حسابه باز دیگه ملگا مورد در او که است قبول نه. این منده این چی دیگه است روی به دربار خداوند دوان خدایا تو که است در دست فرشتای خیگو گلنان در مورایی که ما بخوری دیگه رای نداری، مجبور یه چی کار کنی کجا باره خدا بزرگ انشالله که ما دوانی که کار کاسبیشن بیچله. دوستای عزیز ما فعلا موقع از ما چهارراه عطایی چوک عطایی جنرال موسی رود بروری کویته. دوستای عزیز ما یکی از کاسبای بین بازار همراه داریم. بیشتر از زبان خودشی بیننده باشین که استاد منظور چیز بگه. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور خوب جان چطور بخیر؟ استاد منظور قد کاربار چطوری؟ خوبه شکر. خوبه؟ راضی هستین؟ آره. روزانه بر میشه؟ آره خوبه. خدا را شکر. خدا را شکر. اگه گفتنی اگه داری بخشی بیننده های عزیز. با گفتنی نداره چه خب انشالله که کار تو زیاد شنه. درآمد زیاد شنه. جور باشی. بخیر باشی. تشکر. جان جوری بخیر. واسن بخیر سلامتی جشن جور خیر سلامتی. همراه کاربار خوبین؟ خوبی شکر الحمدلله. از وضعیت کار چیز گفتنی داریم؟ کاربار امکان خوب شکر الحمدلله بد نیست. کس که کار کنه اون کار است، کس کار نکنه کار نیه دیگه بره. خدا را شکر کار است. دور وضعیت مثلا کاربار روزانه درآمد روزانه سوداگری چطور؟ والله خدا را شکر دیگه نو
چیز که کار کنی چیز که ده روزی بود قسمت بود و نو مایه کاسبان روی بازار واقعا فعالیت منه بنده خدا بسیار در زحمت میوجات را سبزیجات را بسیار در مشکلات میره اینجا میرسنه بازم تشکر کنید که بگیشید انشالله که همیشه کار باشیم رونق داشته باشه تشکر سلامت باشی جور باشی سلامت باشین تشکر جور باشین زنده باشی دوستای منطقه میدانی بلوتر از اسکول تنظیم دوستا برادرات در حال فعالیت این چه میوه های خوب سبزیجات خوب سلام علیکم برادرها خوبین جانشون جوره بخیرین کاربار چطوره برادر خب خدا را شکر استاد منطقه داود مال سر حسین آباد رسیده انتهای داود مال خیلوتر سر برمن سر حسین آباد چند رود حسین آباد خیلی کسا حتما از این رود خاطره داره بوده و اینجا یک میدانی فوتبال بود این طرف هم اینجا که همه رفته از یک گراوند هم یک سرده کس از سنیه منش خالیه گراوند عزیز تابلور کنین گرنین تابلون دفتر سردار در حسین آباده گلی دفتر سردار ولی چوک شهدا ماشاءالله چه گلای خوب دوستای عزیز در این مارکت در کنار سبزیجات و میوه‌جات بهترین گلا را اینجا میره برای فروش واقعا عالیه
بسیار وقت تربوزه همیت تربوزای فوق العاده بسیار خوب شی بازم قدمزی بچه سر خوردم این بیخ تربوز خسته شده سلام خوبه علیکم سلام علیکم جوری بخیر شکر تو خوبه چطوره سوداگری تربوز چطوره خوبه شکر فضل خب گزاره هست شکر فضل درآمد روزانه میشه خوبه میشه خب خدا را شکر آفرین ماشاءالله بسیار خوب تربوز است نمری کالینی هم ده دوستا برادرها موقع که کاروبار دوستا و برادرها اینجا است میوه سودا منه ماشاءالله چی میوه های خوب خب یالی دوستا برادرها ما همراه صاحب از کاروبار گپ میزدیم وضعیت کار چطوره درآمد روزانه چطوره آیا راضی هست یا نه سلام علیکم و علیکم السلام چیم لاله خوبی جوری سلامتی الحمدلله بگو جان لاله وضعیت کاروبار چطوره الحمدلله خوب بدیه خیلی عالیه راضی هستید خدا راضی باشه کیلوی چند میدین مالتر آدمی پس مثال مالتا اینیش 300 اینشم 300 اینیش 500 اینیش 300 همین رقم سیو سرخ ده 500 روپیه کیلو سیوی سرخ ده 500 روپیه سیوی میدان ورداگا باز چیری که تا رویش چنده 300 تشکر برار جان خوش آمدی جان لاله خود موفق باشید بفرما میوه میل کن تشکر سلامت والله خیر باشید بسیار خوش آمدی دوستا رفیقا امروز اندیم در کنار این همه کاسبا و کاسبکارا که در بازار کار مونه در استیشنری دانش در سر مریکال نیمشه تقریبا روبروی امامباری کابلیا البته این استیشنری خیلی سالها میشه که فعالیت منه و صاحبش هم در نظر من میجی داره و در کامپیوتر کار منه پرینت منه خبر ندارم که کپی نه سلام علیکم و علیکم السلام آقای ناصری جوری بخیری شکر آقای سنتوستوری خوبی بخیر جان تجاره سلامت باشی همراه کاربار چطوری والا شکر خدا را شکر از کاربار بگی که اصلا از ما تو خوب بینندای محترم در بیرون است شاید پر بین افشای گودنیشی نه خو احتمالاً قدر شاید بشناسه خواهیزی که تو خیلی پیسای مردم رو گرفته کتاب دیده کتاب چه دیده نه بنوای کلی در خارج اگر باشه تو غنای نال طرف سو آره دیگه والله شو دیگه آقای سینم است رفیق از ما رفیق چند ساله دیگه شاید 2 سال چون آردیم رفیق شده همینطوره نه در نظر یک 2 سال مشرف آره